موقع امید به نظر آمریکایی‌ها خرن یا خرا سمت آمریکا؟ یعنی چی؟ الان ما بریم چی بریم با آمریکا مذاکره کنیم که چه کاره؟ خیلی مشخصه مرد حسابی، فشار اقتصادی کمر مردم رو شکسته، حکومت در حال فروپاشی. چرا شما نمیفهمین؟ بابا بعضی از مسئولین، حتی مسئولین دوره آقای روحانی، فریاد میزدن که برای حل شدن مشکل آب خوردنمون باید با آمریکا بریم ببندیم. بابا بعضی از کارشناسا حتی اساتید دانشگاه مثل آقای زیبا کلام دارن راهکار به شما میدن، میگن اگر میخواید حکومت جمهوری اسلامی سقوط نکنه تنها راهکارش اینه که باید با آمریکا ببندید. از ما مطمئن شدم آمریکایی‌ها خرن. برای چی؟ الان خب میگم ما به خاطر که از گشنگی نمیره مجبوریم بریم با آمریکا مذاکره کنیم. آمریکا برای چی میاد با ما مذاکره کنه؟ الان دشمن ترین کشور رو کره زمین با آمریکا کیه؟ ایران. کیه که دم به دقیقه میگن مرگ بر آمریکا، میخواد کاخ سفید حسینیه کنه؟ ایران. کیه که کشورها منطقه رو بسیج که جبهه مقاومت دم به دقیقه تو کله پایگاه آمریکا موشک میزنه؟ ایران. کدوم کشوری که همه کار کرده که حکومت ایران رو سرنگون کنه توی 46 سال؟ آمریکا. آفرین، لال از دنیا نری. خب کشوری که این همه هزینه کرده، خب مگه خره که میاد کشور ما رو نجات بده، اقتصاد ما رو دوباره زنده کنه؟ وایس ما چند روز دیگه طبق نظریه این کارشناسا و مسئولینی که تو میگی ما خود ما فروپاشی میشیم دیگه، از بین میریم دوم دیگه. پس ما نتیجه میگیریم یا آمریکایی‌ها خرن اندازه همینا نمیفهمن، یا اینایی که اینقدر مورز میگن همه چی فقط آمریکا، خودشون زدن به خریت، یا اینکه اینا خر آمریکایان، یا اینکه خیلی خرطو خر شده میره الان باز کمبود علوفه و یونجه میاد برای خراب، باز یک فشار دیگه به گرده دولت، باز دوباره بره مذاکره. ولش کن میدوا.